اگه میخوای صدای واقعی یه پرنده خندان رو بشنوی تا آخر این ویدئو رو ببین. معرفی میکنم کوکابورای خندان از استرالیا. اگه عاشق حیوانای عجیب و صداهای جالبشونی، سابسکرایب کن تا هر روز یه موجود جدید بشناسی. اگه دیدی که این پرنده گیر کرده و توی دردسر افتاده، پس نه سعی نکن نجاتش بدی، چون از فرداش میاد دم پنجره ته. ببین خودش رو محکم به شیشه میزنه تا فد ازو تشکر کنه. وای درو باز نکنی شروع میکنه با صدای بلند جیک جیک کردن و آواز خوندن. اما اگه درو براش باز کنی خیلی غیر منتظر دستت و گاز میگیره و به این راحتی ها هم ول نمیکنه، چون میخواد هر طوری که شده کنارت بمونه. حالا اگه اون لحظه یزره غذا هم بهش بدی، دیگه کار تمومه، چون هر روز میاد توی خونت تا برای جبران لطفی که بهش کردی برات آواز بخونه. این پرنده کم کم بهت اعتماد میکنه، طوری که انگار جزوی از خانواده شی. به مرور زمان متوجه میشی که پرنده های بیشتری سمتت میان، چون اون پرنده‌ای که نجاتش دادی به همشون خبر داده که اینجا یه آدم مهربون هست که بهمون غذا میده و وقتی گیر میافتی نجاتمون میده. وای انجا میفهمی که یه بار سنگین روی دوشت گذاشتی، اونم فقط برای مهربونیت. یه بار سنگین و رنگین سرشار از محبت و شب. اسم این پرنده کوکابورای خندان. به طرز تهیه شگفت‌انگیزی با انسان‌ها ارتباط دوستانه‌ای میگیره و به خاطر صدای عجیب ببامزه‌ای که داره بهش لقب پرنده خندان رو دادن. حالا قبل از شنیدن این خنده باحال لایک یادت نره که بقیه هم ببینن. بریم با هم بشنویمش. اگه این صدا غافلگیرت کرده یه بفرست، بعد سابسکرایب کن برای عجیبترین حیوانات بعدی.